آیا با واقعیت شرافت پروانی از هنر موسیقی خداحافظی کرد؟ دلیل دوری شرافت پروانی از هنر موسیقی چی است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده دوری شرافت پروانی از هنر موسیقی چی است؟ گریه های شرافت پروانی بعد از ازدواج دومش، اشتباه بزرگ شرافت پروانی و جواب وی برای دوزاران و طرفدارانش. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست دارید توی کانال دنیا اینفو باشید، پس برای ما هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. شرافت پروانی هنرمند جوان، چهره شناخته شده، محبوب و مطرح افغان در میان مردم افغانستان علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. شرافت پروانی هنرمند محبوب کشور از سال 2012 بدین طرف هنر موسیقیش را در میان مردم افغانستان ادامه میداد. وی در مدت خیلی کوتاه رشد خوبی داشت. شرافت بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان رخت مهاجرت به کشور امریکا بست، اما فامیل شرافت پروانی در افغانستان بود و این هنرمند نتوانست خانواده‌اش را به کشور امریکا دعوت کند. تازه تصاویر شرافت پروانی در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی در کشور انگلستان باری دیگر ازدواج کرده است. ازدواج دوم شرافت پروانی موج انتقادات را به همراه داشت. قسمت کثیری از علاقمندان و دوستدارانش را از دست داد. این همه در حالی است که شرافت پروانی، ستاره ماندگار در هنر موسیقی افغانستان، در کشور امریکا هم به کارهای هنر موسیقیش پرداخته است. هنر موسیقیش مورد حمایت گسترده افغانها قرار می گیرد. اما شرافت پروانی کارهای هنریش را ادامه نمی دهد و از هنر موسیقی دوری گزید. دلیل این کار شرافت پروانی تا کنون واضح نیست. اگر دوست دارید تو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای ما هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. این ویدیو را با دوستداران و طرفداران شرافت پروانی به اشتراک بگذارید. تا درود دیگر، هر یک از شما خوبان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو را به لای منان امانت گذاشته موفق کامیاب باشید.